سگی که هر روز به کانال خیره میشد. وقتی کانال را باز کردند با صحنه شگفت انگیزی روبرو شدند. خوب دوستان، قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم کانال ما را لایک کرده و برای حمایت از ما ویدیو ما را سابسکرایب کنید و در ادامه به کانال احمد تیوی همراه باشید. این واقعه یک واقعه عجیب و واقعی است که در ترکیه رخ داده است و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و شبکه آناتولی ترکیه هم از آن خبری منتشر کرده است. شما هر روز سگ‌هایی را در شهر ببینید که به ولگردی می‌پردازند و در شهر می‌چرخند و مردم هم برای آنها گوشتی و چیزهایی می‌دهند تا از آنها تغذیه بکنند. سگی که ما امروز می‌خواهیم داستان آن را بیان بکنیم سگی است که هر روز به داخل کانال خیره شده و از آنجا تکان نمی‌خورد. راوی میگوید که من چند روزی این سگ را اینجا می‌دیدم که هر روز به داخل کانال خیره می‌شد. اول من فکر کردم که این سگ گرسنه است، پس من برای او تیکه گوشتی آورده و جلوش انداختم، اما سگ توجهی به آن گوش نکرده و با پاهاش انگوش را به داخل کانال انداخت. خب من رفتم دنبال کاری که داشتم، اما موقعی که برمیگشتم دوباره آن سگ را آنجا دیدم. بازم توجهی به آن سگ نکرده و رفتم به خانه. صبح که دوباره برگشتم دوباره آن سگ را آنجا دیدم. این دفعه خیلی متعجب شدم و گفتم حتما سری در این جریان است که این سگ هر روز به این داخل کانال خیره می شود و مردم هم از دیدن این سگ خیلی تعجب کرده و من هم عقیده شدند. پس ما به آتش نشانی زنگ زدیم و به آنها گفتیم که همچین جریانی وجود دارد. پس آنها هم بعد از چند وقتی آمدن تا دریچه کانال را باز بکنند و ببینند که چه چیزی اینجا وجود دارد. خب بعد از آمدن آتش نشانی دریچه کانال را باز کردند و شروع کردند به جستجو داخل کانال و دوربین های هم داخل کانال انداختند تا سر این مسئله را بیابند. بعد از جستجوی فراوان با صحنه عجیبی روبرو شدند که داخل کانال یک بچه گربه‌ای افتاده است و در حال مرگ است. پس آن گربه را نجات دادند و بیرون آوردند و از اینجا مشخص شد که این سگ به خاطر نجات آن بچه گربه هر روز اینجا می ایستاد و به داخل کانال خیره می شد و غذایی که مردم برای او می دادند به داخل کانال می انداخت تا آن بچه گربه از آن تغذیه بکند که این حیوان باعث نجات این بچه گربه شد.